باز یک بار دیگه سلام دوستان. امروز ویدیو باشد از تاجیکستانی گلبهار و همیشه شکوفان و همیشه سبز چی خیلی که میگن. این باشد درباره یکی از ماشین هایی که از دبی اومده است و برای فروشی است. این هم تویوتا استیما چی خیلی که میدونید. براتیشکی японский варианты تویوتا پریویا. این ماشین 2.4 چونکه من در اینجا برای مانتیرویت کردن کامپیوتر ندارم، با سبای نیست با اصطلاح روسی که برای همونم مانتاژی چی نمیشه تلفنی سیامکه و شاید سیامکه خدا خوب نشود چون در یک بار سیامکه باید کنیم. ماشین ریستایلینگ چون ماشین از 2003 تا 2007 با یک نمونه میبید و این خیلی که میبینید بامپر پیش دوتی و چیو هست فروگ لامپ یا تومانیکوش دیگه خیلی ویدست از پیش و هم боковые юбки و боковые молдинги دوتی هست. فرقیتش از 2003 تا 2007 دیگه و در عاقبش هم کمتر یوبکه های پایانیش فرق میکند. باز داخلش هم نشون میدم. اینجا چه داره؟ سپویلر دارد، هر دو در هم چپ و راست اتوماتیکی شده میشد، هم از بیرون و هم از داخلش. چه که میبینید салонش материал چتی سری گری میگن. این هم خوب است چون بیژوی цвет، برای اینکه цвет های سفید سفید و بیژوی باشد تیز چرکین تر میشد با اینجاها. خیلی که میبینید بسیار میپسند تویوتا استیما و حتی ماشین های دیگه پاساژیر دیده مثلا ورسو یا دیگه ماشین ها این خیلی مساحت عقبش وسیع است و شدن اداب نیست. و اینجا شادیگه است میتونه اینجا با پیش بیرید. اینجا پیشش نشان دیم. از یه برس چی میکنیم؟ استارت پوش استارت دارد. پوش استارت این نامش پوش استارت است. در همه دورها من میگم که استارت استاپ که تاجیکای ما بسیار میگن این نامش پوش استارت. در اینجا بعضی وقتی که استیما چون میدونید بسیاری ها این ماشین پرورولکه و در دبی خودمون نقص کرده و این طرف گرفتگی هستیم به دست چپ بچه خودمون. برای همینم خیلی خوب معلوم نیست چون این در اینجا از تویوتا پریوی دبیسکی وریانت نپناوش زدگی هست پانل و هم ترپیدا با این طرفی شفیار بسیار اینجا نمیگیرن چون ارزان تر شود که برای فروش در اینجا میستد. اینجا گرفتگی است. در اینجا نویگاسیون مانیتور هست، کلیمات کنترل افتا ایسی هم گفت که نمیتونید چون که این کلیمات کنترل است. خیلی گفتم باید خوشیم که ما آوازمون شنیده نمیشد و زدنی کلیمات کنترل مدل نه کنترل کرده میشد. 4 ступенечные рычаг скорости و هم تیپترونیک میدونید همچون سپورت وریانت یا مانوال وریانت مکانیکی کرده میشود. در داخلش در اینجا دریوان سالن هست. دریوان سالن چه میبینید همچون ردنوی. در اینجا باردачок من خواهد این ماشین راستا مشکل شده است تنها تمام فقط راستا مشکل تمام با وجود مونده نیست. ماشین خیلی که باز هم در اینجا بسیار نظم میبینم. گفتم ماشین واگن حقیقی واگن دروغی نیست، یعنی عموما با وجود مونده نشده است. فقط راستا مشکل کسی که گرفت بعد خودش راستا مشکل با وجود به نام خودش میماند. با چی باید گویم؟ من این داخلی سالن آینه هاش تنیروفکه در اینجا چی دارد؟ داتчик света. من داتчик света این یعنی شما وقتی که افتا موندید یعنی خیلی وقتی به تونل در آمدید یا شبانه شد خودش فرا در میگیرد، بعد با روزانه شد خودش فرا میمورد. یعنی
دچیک سویت میگویند با زبان روسی اینه. هم دروازه ها با یک چیزی داخل که دروازه های عقبه هم از اینجا کنترل کرده میشن، هم از درهای داخلی، هم از بیرونی، هم از پولت، یعنی از کلیت ها در بسیار ماشین های مثلا این سالش نگفتم، من در ماشین 2008 هست و کلیت ها باشن دو تا، هر دو کلیت هم هست، هم از کلیت تازه با یک بار نشان میتم از بیرون که هم از کلیت کشاده میشن و هم از اینجا یک بار نشان دیم منه کشاده شد و باز میپوشه. اینجا آینه ها، شیشه های ماشین ردنای سیاه و هم نگفتم اون دست که ماشین کیوسنتری دارد، یعنی وقتی که کلید در کیستان باشد نزدیک ماشین آمدید اینجا رزیکت خودش ماشین باز میشد و هم وقتی از ماشین رفتنی شدید از اینجا سخت کرده میشود ماشین وقتی کلید همراهتون باشد. رزینای ماشین رزینای ناو 17 با دیسکای لیتی و باز این ماشین هم از پیشش یک نشان دیم. باز نگفتن نماید که هم هر دو بکروی زیرکاله ها چیدن پاورودنیک سیگنال دارن و هم با پشتش هم با بیت نشان دیم، چون نمیخوام که ویدیو دور دراز شود چون با تلفن گرفتش دادیم و هم میخوام تست کروتکتر شود. پشتش چخیلی که میبینید اینجا مانندی پول هست، یعنی سویتی هم متریالی همون است برای اینکه اینجا کشاده میشه، اینجا میگیرید، اینجا اگر بخواستید اینجا چیز میگذارید و اگر این سیدنی ها رو خواباندنی شدید این رو میگیرید میماند در چت اینا و هم با کشیدن این سیدنی خواب میرد و با کشیدن اینش سیدنی میبید در اینجا، یعنی در اینجا جایگیر میشد و عقب ماشین میتونه سیدنی رو با پیش کشید. عقب ماشین همچون برای یکم بیتوای تکنیک گذاشتن، برای یک چیز کشاندن ماشینی خیلی قلعه میشود. ماشینی سیمیمسنی هم بود دوستان، کسایی که نمیدونن با کانال من یکم بار داخل شدن، همیشه نوار من از دوبای میشد درباره ماشین، درباره دوبای و عموما بسیار چیزهای جالب از دوبای، برای همین گذارید و دیگه ویدیوهای ما را تماشا کنید و باز هم ویدیوهای نو را انتظار شوید. اونهایی که با کسایی که این ماشین معقول است، با کسایی که این ماشین با این ماشین اینترسی حقیقی دارن، شاید یگون نامر مسئول، یگون نامر کسی را در پایین ویدیو گذارم و همچون سیلکا با کانتکت خودم و اینستاگرام خودم هست، میتونید در اینجا مینویسید. فقط گفتنی هستم که دوستان عزیز، کسایی که میخوان تماس گیرن در بسیار در کانتکت من در اینستاگرام مینویسن، با سلام نوشتن شما یا با گپ خالی نوشتن شما برای شما جواب نمیاد. برای همین خواهش که وقتی مینویسن نویسن برای چی نویسین استورین و عموما کانکرت نه باید نویسن که اگر برای ماشین این ماشینی تویوتا استیما 2008 комплектация айрас, светиш белый жемчуг, слоновый кость یا با انگلیسی میگن pearl white. نگفتن ماند که یکون خیلی царапина و یکون چی ندارد. ما میتونم با این پن چک پینت برای چک کردن کراسکی ماشین هست من دارم نشان داده میتونم که بله مهندسان عزیز در اینجا امروز نوار با آخر میرسم تا دیدار و مع السلامه.